نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق بربهم يشركون الله تعالى در این کتاب بی نظیرش که قرآن عظیم الشأن هست چقدر مطالب زیبا بیان کرده است و چه تعبیری زیبای قرآن عظیم الشأن دارد. همه نعمتهایی که ما در آن نعمتها قرار داریم تمام این نعمتها از جانب پروردگارند. قرآن عظیم الشأن می فرماید که هرچه شما دارید و آنچه که پدران ما داشتند، آبا و اجداد ما داشتند، نیاکان ما داشتند و آنچه که آیندگان خواهند داشت، همه این نعمتها از جانب پروردگار. ولی نعمت الله تعالی هست، صاحب نعمت ولی نعمت هست. کل این نعمتها از جانب پروردگاران و سعدی رحمه الله که از عرفای بزرگ و از شاعران کم نظیر همین فرموده است که هر نفسی که ما میکشیم و یک نفسمون که تکمیل میشه، دو شکر لازم میشه که ما انجام بدیم. یک شکر برای درون کشیدن نفس که برای بیرون کشیدن نفس بره و بیاید. برای این دو تا شکر باید ما انجام بدیم و لحاظا این تنها نفس ماست. هر لحظه زندگی که ما زنده ایم و از نعمت حیات و زندگی برخورداریم،
این همه نعمت ها به الله برمیگرده، شکر بر ما لازم میشه که شکر پروردگار را ما انجام. و وقتی که ضرر و مصیبت و آفت می آید، الله می فرماید شما به الله رجوع می کنید، الله را فریاد می زنید. و این طبیعت بشری، فطرت بشری. وقت سختی می بینه، وقتی با مشکل روبرو میشه، وقتی با بنبست مواجه میشه، وقتی با مهری مواجه میشه، ربش را فریاد میزنه و دست دعا به سوی پروردگار بلند میکنه. و وقتی که الله میفرماید من این ضرر را دفع میکنم و دور میکنم از شما، بعد اینجا نمک ناشناسی الله تعالی بعضی را بیان میکنه که انسان در انسان ها چقدر نمک ناشناس هست که نمک میخورن و قدر این نمک نمیدانن، صاحب نمک را نمیدانن. بعض ادعی هستند الله تعالی میفرماید که با خدا شریک میگیرند و میگه که این نعمت به معبودان خودشون نسبت میدن، به دیگران نسبت میدن، به اولیاء الله نسبت میدن، به مخلوق نسبت میدن، در حالی که الله میفرماید که این ضرر را هیچ کسی دفع نکرد مگر من دفع کردم. لہذا تمام نفع و ضرر که متوجه ما هست همه از جانب الله و باید شکر خدا را به جا آورد و نعمت ها را به الله تعالی نسبت داد. انتظار پروردگار همه. البته اگر که برای ما خدمت میکنه و سبب میشه برای خدمت، او را به عنوان سبب شکر او را ما به جا بیاوریم. تمام تحولاتی که توی دنیا شکل میگیرن، انقلابات و تحولات که در دنیا صورت میگیرن، مردم اینها را به خود نسبت میدن، ولی کل این تحولات در واقع از جانب پروردگار. همه چیز در دست الله است، چرا که دل در دست خداه. و گاهی بسیاری چیزا ما از اسباب میبینیم، ما از خودمون میبینیم و از دیگران میبینیم، ولی ما رب الاسباب باید در نظر بگیریم که سبب ساز هست و سبب سوزه، که بخواهد اسباب می سوزه، اسباب کارایی نداره، و که بخواهد اسباب مهیأ میکنه برای نجات. به قول پزشکان مسلمان و غیر مسلمان که بعضی مریضن که باید 100% بمیره، از لحاظ پزشکی هیچ امید به نجاتش نیست، یک مرتبه میبینی حالتش برمیگرده و این مریض سالم میشه، شفا حاصل میکنه. و یک مریضی که باید 100% نجات بگیره، مشکل خاصی نداره، اسباب نجاتش فراهمه، اما یه تحول بر سرش میآید و حالتش دگرگون میشه و زندگیش تمام میشه و میمیره، تشنج میکنه و تحول منفی بر سرش میآید و میمیره. این اعتراف پزشکان مسلمانه و پزشکانی که زیاد خدا را قبول ندارن. به قول کسی که در یک بیمارستان غیر مسلمانان برای معالجه رفته بودن
و گفتن که پزشکان گفتن ما خدا را در این بیمارستان شناختیم، بیرون از بیمارستان خدا را نمی شناختیم، ولی در بیمارستان که آمدیم متوجه شدیم که خدای بالا سر. و همین دلائل همینه که اینجا ما میبینیم که شخصی که باید محکوم به مرگ، محکوم به فنای از لحاظ علمی، از لحاظ پزشکی این تحول می آید و این سالم میشه، و شخصی که باید زنده بمانه از لحاظ اسباب، از لحاظ علم پزشکی 100% اومی میره. معلوم میشه که موت و حیات دست کسی دیگر. سالهای 57 ملت ایران یک خیزش بسیار بزرگی انجام داد و شما اینهایی که اینجا نشستید بسیاری نبودن سال 57 و حالا 43 سال 44 قبل قبله و او زمان بسیاری بعد آمدن. حالا هستن افراد زیادی که بودن ولی بسیاری رفتن که او زمانه بودن. یه نسل عوض شده، اگر کامل عوض نشده ولی بخش بزرگی از جامعه نسلش عوض شده. 43 سال یه عمره. و او زمانه که ملت ایران انقلاب کرد و خیزش انجام گرفت و روحانیت و علما پیش بودن و رهبر فقید جلو بود، او زمانه ملت ایران دلیل انقلابش را آزادی مطرح میکرد. گفت که آزادی نیست و معلوم میشه که از آب، از نان، از هر چه که شما بگید آزادی مهمتری برای بشر. بشر اگر همه چیز داشته باشه و آزاد نباشه هیچی به اون نوشیجان نمیشه. حرفا را گوش کنه، بهتره تکبیر فیل نگید. من یک واقعی یادم میاد که در خانه حضرت مولانا، میمان خانه حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه نشسته بودیم و از همون رژیم او زمانه شکایت کردند بازه همین مسئله که فشاری و آقا برای حرف زدن نمیگذارند و آزادی نیست و یک عالم بزرگواری شاید از اون جلسه کسی حالا زنده نباشه بغیر از بنده. او عالم بزرگوار گفت که مولانا در این دیوارها موش هست و موش ها گوش دارند و گفت که یعنی حرفا فردا دردسر میشه. حرفا هم کسی شکایت کسی دیگه کرد و گفت که او هم مهمان بود و گفت که این دیوارها موش دارن و موش ها گوش دارن و ترسوندن که یعنی حرفها فردا جای درز میکنه و برای ما این حرفها درد سر میشه و فضای واقعا فضای اختناق بود. کسی نمیتوانست حرف بزنه، کسی نمیتوانست اعتراض بکنه و او انقلاب 57 که راه افتاد روی مسئله آزادی بود. آزادی گفتن نیست، استقلال نیست و همین همی گفتن که سرمایه کشور داره جای دیگه میره و این سرمایه ها چرا به ملت ایران مصرف نشه. همه ما همین حرفا را میزدیم اون زمانه، ملت هم حرفش همین بود. گفته ثروت ایران باید به ایرانی ها خرج بشه، پول ایران نباید جای دیگه بره. ولی چون پول ایرانی گفته ایران چرا امریکا بخوره، چرا
انگلیس بخوره، چرا دیگران بخورن، خود همه ملت. و چرا ملت نتوانه حرف بزنه، چرا نتوانه انتقاد کنه، چرا جلوی صدای ملت گرفتن؟ حرفها هم همین بود و همه این حرفها را همه میپسنده، همه گفته درسته. چرا کشور مستقل نباشه و مردم ایران بر سرنوشت خودشون حاکم نباشند، دیگران برای ما تصمیم؟ برای حرفای انقلاب بود که زمان زده میشد. و در انقلاب این حرف بود که به هر ما مسلمانیم و دین ما اسلامه، چرا ما نظام اسلامی داشت تجربه نکنیم؟ و لحظه این ملت، این انقلاب این مردم بودن که پیروز کردن، مردم به صحنه آمدن، خیزش مردمی بود. پیروزی 57 انقلاب ایران به وسیله مردم بود، به وسیله زنان بود، به وسیله مردان بود، به وسیله جوانان بود، به وسیله دانشگاهیان بود، دانشجویان بود، بازاریان، همه طیف ها توی صحنه آمده، برای آزادی قربانی دادن، برای آزادی کشته دادن، برای آزادی به زندان رفتن، برای آزادی کتک خوردن که ما آزادی داشته باشیم. و انقلاب ملت پیروز کرد. بعد به جمهوری اسلامی هم همین ملت راه داد و بالاترین را به جمهوری اسلامی همین ملت داد. ملت بودن که مشروعیت این نظام که مشروعه و مشروعیت گرفت، این نظام در ایران از رای ملت گرفت و ملت اون زمان این خیالا کردن که دور حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در ایران برمیگرده، او عدالت محمدی می آید و مساوات رحمت للعالمین می آید، همون برادری می آید، همون برادری می آید. دور اهل سنت می گفتن که دور خلفاء راشدین داره تکرار میشه و شیعه و سنی می گفتن که دور حضرت علی داره می آید، عدالت علوی، عدالت حضرت علی داره می آید و عدالت حضرت علی معروفه. و حضرت علی کسی که به شکایت یهودی پیش قاضی کوفه، قاضی شریح میره و محاکمه میده اونجا و انجا قاضی حضرت علی امام المسلمین امیر المؤمنین لباس جنگیش را میگیره و به یهودی میده و میگه که حجت شما، دلیل شما تکمیل نیست. دو تا شاهد، یک شاهد فرزنده که غلام آزاد شده، ظاهرا شهادت فرزند برای پدر قاضی معتقد قبول نیست. حضرت علی میاد پیش قاضی و این عدالت توی کجای دنیا هست؟ این برادری آزادی که در مسجد آن حضرت عربی صحرانشین شمشیر بلند بکنه و به امیر المؤمنین خلیفت المسلمین عمر بن خطاب بگه اگر شما از سنت آن حضرت خطا بکنید من با شمشیر باز تو را راست میکنه، باز تو را تحسین میکنه. این آزادی کجای دنیا؟ این مردم شنیده بودن، این شنیده بودن که رحمت للعالمین از دنیا رفتن و 2 روز متوالی سیر نکردن، دنیای هم مردم ساختند و مردم سیر کردن، هم دین و مردم آخرت مردم ساختند. مردم اینا را شنیده بودن. ولهذا تمام این مسئولین
هیچ یک از این مسئولی نیست که از همین مردم وقتی که جمهوری اسلامی آمد مردم رای به جمهوری اسلامی دادند، تمام این مقامات مشروعیتشون را مردم گرفتن، یا مستقیم یا غیر مستقیم. رئیس جمهور و نمایندگان مجلس که مستقیم میگیره و خبرگان که مستقیم میگیره و بعض دیگر مقامات و مسئولیت، بالاترین مسئولیت هم در کشور و مشروعیت چشون را از همین مردم گرفتم، ملت گرفتم، و لحاظا رای مردم تأثیر گذار بود و همه، حتی او یک ادناترین یک دربان و یک نگهبان هم اگر ما فکر کنیم مشروعیتش برمیگرده به ملت به واسطه. و لحاظا این درسته که مسئولین رده بالای کشور هم میگفتن که ولی نعمت مردم هم. و بلکه ما جمهوریت در نظام جمهوریت محور مردم هم. جمهوریت معنیش هم اینه که جمهور صاحب نظره، همه مردم دخیل در یک نظام که به رای ملت به رای مردم روی کار می آید و همه مشروعیت از مردم می گیرند. معنی که محور مردم هم، هرچی که مردم بگن، هرچی که مردم بخواهند، و لحاظا همونه. متاسفانه آنطوری که همه فکر می کردم مردم که حالا دور عدالت آمده، دور مساوات آمده، تبعیض دیگر رفته از بین، نابرابری از بین رفته است، همه از نعمت مساوات برخوردار میشن و نابرابری میره. بالاخره توی مملکتمون، کشورمون که همه ما در این کشور شریکیم، همه شهروندان این کشوریم، و متاسفانه تبعیض بزرگی که آمد یکی در رابطه با زنان آمد. زنها مورد تبعیض در کشور قرار گرفت و لحاظا توی 43 سال من یادم نیست که در هیچ دوره وزیر زن باشه، در هیئت دولت زن بیاید. اقوام و مذاهب مورد تبعیض قرار گرفت. من حرفا را میگم که ها بدونن همه که مشکل کجایه، مشکل کجایه. تا دکتر مریضی را متوجه نشه، از دست دکتر هیچی ساخته نمیشه. اقوام اینجا، مذاهب اینجا، اقلیت ها اینجا در ایران متاسفانه مورد تبعیض قرار گرفتن و دیری هم نگذشت که این تبعیض شروع شدن و این تبعیض همیشه فریاد این تبعیض زده شده است که این تبعیض در اسلام جایگاه نداره. تبعیض در قانون اساسی کشور که بنده میگه قانون اساسی 43 سال 44 سال قبل تدوین شده. او کسانی که این قانون تدوین کردن رفتن همه الا ماشاءالله. او نسل دیگه بود، الان نسل دیگه آمده. الان دنیا او دنیا نیست، دنیای دیگری است. خب با این قانون باید تغییر پیدا میکرد در این مدت، به روز میشد. خیلی از بنده قانون به روز نیستن. حرف زده شد که آقا اینه به رفراندوم گذاشته بشه، عوض بشن، ولی هیچ کاری متاسفانه انجام نگیره. همون قانونه که
مال 44 سال قبل و همون قانون هم اجرا نشد. تبعیض آمد. من عرض کردم و این تبعیضات به زنان که امروز بیشتری اعتراضات و بیشتری سر و صدا مال زنانه، فریاد زنانه و لحظه این زنان مورد تبعیض قرار گرفتن. و درست یادمون هست نوارهای ما هم هستند. صحبت های این بنده به عنوان یک شهروند اعتراض دادم بنده که چرا کابینه دولت از زن خالی باشه. در دور اصلاح طلبان ما پیگیر بودیم که شما در این کابینه یک زن یک وزیری بگذاری. زنها میرن دانشگاه تحصیل میکنن، علم میخوانن و بسیاری زنها هستند که از مردان هم ماهرترن، استعداد بالاتری دارن. حالا ما میپرسه توی دانشگاه، توی هم درسای دینی که میخوانن، بعض زنان جلو از مردان. این استعداد دارن، این شایستگی دارن، این لیاقت دارن. کار بگیری از این زنها. شما زنی در وزیر و هیئت دولت بیارید، از اقوام و مذاهب و اهل سنت کسی بیاورید، گفته که این برد بین المللی داره، این شما را خوشنام میکنه، این به نفع حاکمیت، به نفع نظامه. و بالاخره این حرفا هیچ تأثیری نگذاشت در دور اصلاح طلبان که من نه تنها مردم بلوچستان، بعضی میگه که مردم بلوچستان این اشتباهه، اهل سنت در انتخابات همه یکسو بودن و اهل سنت که یکسو بودن جمع بزرگ از جامعه شیعه هم همراه شدند. اینا تو ایران معروفه که هر طرف که اهل سنت میرن همون طرف پیروزه، چرا که اینا رای متحد و منسجم میدن. با مردم بلوچستان، مردم سنندج، نه بابا، کل اهل سنت در اکثریت اهل سنت، نمیگن که کامل کن، که اکثریت اهل سنت همراه بودند و رای دادند. همین همراهیشون به خاطر همین که فشار سرشون بود و هم به خاطر آن بود که بتوانن به مطالباتشون برسن، تبعیضا را پشت سر بگذارن. در این مدت فریاد زده شد که زنها مورد تبعیضن، اقوام مورد تبعیضن، مذاهب مورد تبعیضن. آقا تبعیض از آن اسلام نیست، تبعیض در اسلام جایگاه نداره. بله یادداشت داده که در دور احمدی نژاد بله یک وزیر زن، وزیر بهداشت بوده و درسته بالاخره همه اگه بوده توی همه یک دوره بوده است و لحاظا اگر وزیر زن گذاشتن ولی از اقوام نگذاشتن. احمدی نژاد وقتی من مراجعه کردم به ما که انتخابات من رای بدید، اون افرادی که مذاکره کردن بعضشون رفتن ولی بعضی هستن، گفته بود که وزیر در دست من نیست، برق میخواهید میدم، آب میخواهید میدم، ولی وزیر دست جای دیگر هست و او قدرت من نیست. ما را صاف جواب داد. ما خوشحال شدیم که آدم رک جواب داد. ما دیگران نگفته اینا، گفته چشم ما کوششمون میکنه. بعد گفته مجلس رای نمیده، ما گفته شما بگذارید مجلس رای نده و بعد نگذاشت. و لحاظا این اراده نبود. این تبعیض اسلام قبول نداره، دین قبول نداره. تبعیض از کجا آوردن بر ملت ایران تحمیل کردن؟ الان شرق زنان بالاخره زن دید جایگاه
بلندی داره. حال از لحاظ در هر فرهنگ از فرهنگ‌های دنیا، در تمدن‌های دنیا، اکثر تمدن‌های دنیا زن جایگاهی داره و در اسلام بالاترین جایگاه زن داره. زن ببینی زن وقتی دختره مردم حاضرن چشمشون از دست بدن ولی آسیبی به دختر نرسه. و چقدر مردم دختران دوست دارن، چقدر پسران دوست دارن. مادر و پدر حاضره که قربان بشن ولی به فرزندانشون آسیبی نرسه. و زن اگر مادر باشه، مادر چه جایگاهی داره؟ حضرت رسول صلی الله علیه وسلم وقتی حضرت حلیمه سعدیه مادر رضایی آمدن، بلند شدن و چادر خود را پهن کردن و او را گفت تو سر چادر من بشین. و دخترش حضرت زهرا را چقدر دوست داشت، دختران دیگر را چقدر دوست داشت، به همسرانش چه مهر و محبتی بود و به زنان چه اندازه آن حضرت محبت میکردن و احترام قائل بودن و زنان جایگاه داشتن. وقتی شکایت رسید که بعض زنهایشون را میزنن و بعض زنان با خشونت برخورد میکنن، آن حضرت خطبه دادن و فرمودن که اونهایی که با زنان با خشونت رفتار میکنن اینها آدمان خوب نیستن، خوبان شما نیستن. آن حضرت اظهار ناراحتی کرد که با زنان با خشونت رفتار میشه. حالا که این زنان که داد میکشند و فریاد میکنند، این همین نتیجه تبعیض و نابرابری نسبت به زنان. زنها به مهری دیدن. چرا زن روی سریش را امروز میسوزه و از سرش بیرون میکنه، در حالی که روسری، این روسری و پوشیدن سر یک فرهنگ اسلامیه. علاوه از که فرهنگ اسلامیه، فرهنگ ایرانیه، فرهنگ شرق زمینه. ولی این از کجا خشمه؟ چه کسی این را به خشم در آورده؟ چه بیمیری این زن دیده؟ چه ظلم دیده این زن که روسریش را پاره میکنه و آتش میزنه؟ این باید ما از خودمون بپرسیم که نسبت به این زن بیمهری شده. نسبت به این زن، زن گرسنه‌ام هست، تحقیرم باشه، گرسنه‌ام باشه، برخلاف تدبیر بود که گشت ارشاد بخواهد به زور اینها را حجاب بگه که شما حجاب بکنید. اگر حاکم نسبت به زنان مهربانی بیشتری نشان میداد، تبعیض از سر زنان رفع میکرد، زنان در حقوق برابر بودند، زنان جلو بودند و زنان سیر بودند و زنان سرمایهشون جای دیگه خرج نمیشد. این زن لازم نبود که گشت ارشادی بفرستید. خود اینها رعایت میکردن حجابا. خود اینها شما میگفتید، اشاره میکردید و مراعات میکردن. ولی وقتی زن از همه چیز محرومه و فقط مسئله پوشیدن سرش مطرحه و او هم با اجبار، شما میخواهی ملت به زور به بهشت ببرید، بدانید که نه شیعه به بهشت به زور میره، نه سنی به بهشت به زور میره. اینها را با محبت، با دوستی، با احترام، با رعایت حقوق، با مساوات شما میتوانید که از به بهشت ببرید، به جهنم ببرید. شما بخواهید اینا را به جهنم ببرید، با مهر و محبت با شما همراه میشن با جهنم. که میگی ولی نعمتان به ما خدمت کردم، ما را ببرم به جهنم هم میریم. ولی اگر بخواهید که با سرنیزه و زور به بهشت ببرید،
به زور به بهشت مردم نمیآید باشه. اشتباهه. دین اسلام خوب توجه کنید که دین اسلام با شمشیر نیامده، با زور نیامده. دنیا با زور دین نپذیرفتن، ایرانیان با شمشیر اسلام نپذیرفتن. محبت دین به دنیا دین با محبت پذیرفتن. وقتی محبت باشه، وقتی اخلاق باشه، اخلاق زیبا، کردار زیبا، عدالت مسلمانان، عدالت پیامبر اعظم، عدالت خلفای راشدین، عدالت سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ دین به دنیا آورده. غلطه کسی این فکر کنه که ایرانیان به زور دین پذیرفتن، ملت های دنیا عرب به زور دین پذیرفته. نه خیر، اخلاق بوده، کرامت انسانی بوده، رفتار نیک بوده. این مردم شیفته دین کرده است. عدالت بی نظیر دید. او که خلیفه راشدین گرسنه از دنیا میره، بدهکار از دنیا میره. حضرت علی چه داشتن، چه سرمایه داشتن وقتی از دنیا رفتن؟ سرمایه جمع نکردن. توی مملکت فساد نبود. و امروز نه، این اشتباهه. این اشتباه هات کشور به اینجا کشونده است که میخواد به زور، نه به اخلاق کریمانه، بر رفتار، بر رسیدگی به این ملت. من یادم از دقیق که شعارهای قبل از انقلاب گفته که ملت ایران کشوری که پر از نعمت. همه این بزرگان میخوای من تک تک نام ببرن که میگفته این حرفا. این حرفا میفرمودن که کشور سرمایه داری چرا با گرسنه باش؟ و امروز این همون کشوره، همون کشور سرمایه که سرمایه داره، یکی از کشورهای استثنایی توی جهان از لحاظ منابع زیرزمینی، از لحاظ معادن، از لحاظ نعمت، از لحاظ ذخایر نفتی. و ملت به خاک نشسته از گرسنگی. ملت سرمایه خود را از دست داده. این همینه که ملت الان فریاد میزنه و اعتراضات داره روی همین مسئله. احساس میکنه که تحقیره برای آن که این تبعیض وقتی که این حضور فیلترها را گذاشتن و بالاخره رئیس جمهور باید از فیلتر سخت رد بشه. تمام افراد توانمند که در کشور موجودند ممکنه در نماز کوتاهی داشته باشند، کاهل نمازی یا نماز هم نخوانند، اما باسوادن، مغزای متفکرن، توانایی دارن، استعداد دارن، وجدان دارن. نگذاشتن کسی بیاد رئیس جمهور بشه مگر یک طیف خاص از فیلتر رد شد. نمایندگان هم یک طیف خاصه، مدیران از یک طیف خاصه. کشور بیشتر امنیتی کردید، امنیتی شد. کشور دست نظامیان دادید، نظامی و امنیتی. بالاخره تو مسیری دارن، مسئولیتی دارن، تخصصی در یک بود دارن. کشور باید رجال سیاسی میخواهد، رجال میخواهد، مردان توانمند میخواهند که کشور در اداره کشور، در سیاست‌های داخلی، در سیاست‌های بین المللی و برون مرزی کشور نیاز به رجال داره. رجال همه فراری شدن، مغزای متفکر خیلی از کشور بیرون رفتن. من این مریضی ها را دلسوزانه میگم. این مغزای متفکر بسیاری از نخبگان که در دانشگاه ها تربیت حاصل کردن و از سرمایه ملی تربیت شدن، باید برای ملت کار میکردن، اینا بسیاری از ایران خارج شدن
و نتیجه این می شد که یک کشور بسیار عظیم و بزرگ مثل ایران کوچک بشه، بیاید در یک دایره تنگ بارها این دلسوزتون، این خیرخواه و دیگران هم هشدار دادیم که دایره را تنگ نکنید، دایره را وسیع کنیم، دایره را کشاد بکنید، بگذارید تبعیض نباشید. این تبعیض چنان گسترش پیدا کرد که نه تنها در اقوام و مذاهب و زنان بود، در جامعه شیعه اینها اگر خیلی از این در جامعه شیعه چنان انسانهای فرهیخته و توانمند است که اگر اینا میدان داشتن کشور را می ساختن، مشکلات حل می کرد. اکنون همه شاید به بعض بزرگان گزارش بدن که هیچ مشکلی در کشور نیست، اما کسانی که بیرونن، کسانی که با مردمن مشکلات میدونن که کشور مشکل داره. فریاد این مردم به خاطر خارجی ها نیست، تحریک خارجی ها که تحریک خودشون میکنن، ولی ملت امروز درد داره. ملت ایران بشنویدی حرف بنده را که مردم ایران، بخش اعظم مردم ایران امروز درد داره. قوه قضاییه چقدر فریاد داده شده که اعدام ها به ضرر کشور ها. توی اصل اسلام نبوده اینطوری اعدام. در حیات طیبه آن حضرت، سیره آن حضرت، در سیره خلفای راشدین، در حیات با برکت امیر المؤمنین حضرت علی نبوده. شما این اعدام را از کجا آوردی؟ برداشت که محاربه قرار میدید و اعدام میکنید، یا برای مواد مخدر چه جوانان اعدام شدن و رفتن اینها به ضرر کشوره، به ضرر اصل اسلامه. و بالاخره این کارا نسته، کسی جرم میکنه زندانی هست، دیگه مجازات هست. اعتراف به زور این در اسلام جایگاه نداره. اصلا اعتراف به زور قبول نمیشه. گفته شد که این زندانی های سیاسی را که حرف میزنه انتقاد داره، اینا را زندان نکنید، اینا را بیاری بگی شما چه حرفی داری، حرفشون خوبه قبول کنید، نیست کنیشون بکنید. و مخصوصا زنان، یک چیزی که خیلی واقعا من طول این مدت رنج داره همین زندانی زنان. زنی این حالا حرفی زده حرفش، شما رفتارتون خوب بکنید، ما رفتار خوب بکنیم، ما قانون اجرا بکنیم، اجازه بدید مردم حرف بزنم، اجازه بدید علیه من داد بکشن. برای این حرف اگر عمل کرد ما درست باشه، اگر عمل کرد دولت ها درست باشه، حرف زنان هیچ مردان یا زنان تاثیری نداره. جا داره که اینجا من یاد کنم، اینجا از حقوق زن و آزادیه که زنان دارن، آزادیه که دین داده، آزادیه که بالاخره دنیا برای زنان قائله، حق و حقوق زنان که دنیا قائله. و من اینجا هم به روی سخن را به طالبان برگردانم و او این که ما یه حرف زدیم، مصاحبه کردیم و اعتراضم بر ما شد که من گفته این طالبان و طالبان 20 سال قبل نیست، طالبان تغییر خورد. ولی منم احساس میکنم تغییرات در طالبان آمده، ولی چیزی که من خیلی نگرانم و او اینه که نباید کسی جلوی تعلیم زنان بگیره. باید دانشگاه ها برای زنان باشه، زنان میخوان علم بخونن. کدام دین شما بگید برای من، کدام شریعت، کدام دین زنان از تحصیل جلوگیری کرده است؟ این چه نظریه؟ این نظریه ادعیه که نگاه ندارن، ادعیه
آدمانی هستند که تنگ نظرند. علم آقا برای زنان، دانش برای زنان. شما را به خدا نکنید طالبان این کار را. دانشگاه ها را باز کنید، مدارس متوسطه را باز کنید. و توصیه من آنه که قبل از دانشگاه مردان شما دانشگاه زنان و زنان استعداد دارن، میخوان علم بخونم، میخوان دانش بخونم، با کدام مسئله شرعی شما جلوی اینا را گرفتید؟ چه کسی شما را گفته که اینا را به تعلیم نگذارید؟ اینا را حق دارن، حقوق دارن زنها، حق زنها را ریده. میگن که شما این حرفا نزدید، انتقاد کردن. نه بابا، من الان سر منبر میگن، جلوترم گفتم، من پیام دادم ای عزیزان، شما جلوی تعلیم زنها را نگیرید. ما گفتیم شما تغییر خوردید، شما باید تغییراتتون در رابطه با زنان نشان. ما قانع نمیشیم، علمای جهان اسلام قانع نمیشن در مورد تعلیم زنان که جلوشون گرفته بشه. باید بگذار و اینها را مسئولیت دولت طالبان میدانم، جزء وظایف شرعیشون میدانم که کار انجام بدن. زن حق دارن، حقوق دارن، زنان باید مورد احترام قرار بگیرن، محبت قرار بگیرن. گاهی من فکر میکنم بعضی مرد همین صحنه ها را میبینه که زنان الله تو کوب میکنن. اینجا میبینم همین توی منطقه یک فرهنگ عجیب نسبت به زنان است. اگر کسی اگر قاتل پدرش را بخواهد بکشه، قاتل برادرش، قاتل فرزند، ببینی که زنی همراه آقا سر پایین میکنه، میگه زنی همراه. زن تو این فرهنگ چقدر حرمت داشته، این فرهنگ گذشته. و گاهی حرف میگم و هیچ کسی بر خود حمل نکنه. مثالی است که میگم وقتی که یک سگ هم حمله بکنه برای مرد اینجا که بیاد تا زن همراهه، میگه این دو مشره تکان میده، یعنی تسلیم میشه و سگ رد میشه. و این مامورین بابا، این دختران شما هم، این مادران شما هم، اینها خواهران شما هم. بگذارید اینا شما را بزن. ما را اگه زنه بزنه ما دفاع نمی کنه، بگذارید بزنه. و لحظه اینا شما را بزنن، شما را کتک بزنن، شما نباید خشونت ارشم بده، نسبت بزن. نباید زنه بگیرید توی ماشین بیندازید. توی گشت ارشاد انتقاد داشتیم، بابا این زنه شما دستش را میگیرید، شرعیه. کدام شریعت شما را اجازه داده؟ کدام قانون؟ شما او را میگیرید بغل میکنید توی ماشین میانده، پاش را میگیرید. کدام شریعت به شما اجازه، کدام قانون شما را اجازه داده؟ زنان اینا بالاخره اینا قدرت زدنشون زیاد نیست که مشتشون توانایی نداره که مشت مرد داره. بالاخره اینها را باید تحمل کرد. و این اعتراضات که امروز هست، همین مسئله اعتراضات، همین مسئله هم باسته شده، همین مشکلات هم باسته شده. مردم ایران احساس تبعیض میکنن، تمام ملت، اکثریت ملت بغیر یک طیف خاصی، همونن که از فیلترهای شما رد شده، بقیه احساس تبعیض میکنن، احساس بنبست میکنن و احساس تحقیر میکنن. گرسنه وقتی $1 آمده به 30 خورده تومن رسیده، دیگه تومن از ارزشش را در سطح دنیا از دست داده. مردم گرانی یک چیزی را که خود بنده دیروز برای وسایل فرستادن که ما زیر 100 تومن میخریدیم 450 تومن. بالاخره که میتونه با این وضعیت زندگی بکنه؟ این همین مشکلات مردم، داد مردم، اینا را باید حوزه های علمیه قم بشنوید، صدای مردم ها. مسئولان امر
بشنوید فریاد مردم. به زندان نمیتوانه، کشتن این مردم نمیتوانه، زدن این مردم نمیتوانه، زندان کردن. الان این ملت 50 روز، نزدیک 50 روزی که توی میدانه، اینا را نمیتوانی عقب برانه، چون اینا خون دیدن، کشته دادن. بینا برسید صدا اینا را. من خیرخواه شما، دلسوز شما، من نه در گذشته حاضر نشدم هیچ چیزی قبول بکنم، نه مادیات شما را، نه پستی قبول بکنم، نکردم الحمدلله تعالی. و آینده اگر کلی کشور ایران به من بدید، من حاضر نیستم بپذیرم. برای ما همین طلبگی خوب است. و ولی به شما میگم که این ملت الان بالاخره عقب نمیره. ملت 50 روزی که شما تجربه کردید، اینا را نه زندان کنید، نه اینا را بزنید، نه با اینها با خشونت رفتار بشه. با این ملت بشینید مسئلهتون حل کنید. این ملت که او زمانه این تمام مشروعیت شما از همین مردم، این اکثریت مردم ناراضه، اکثریت مردم ناراضه، قبول ندارید رفراندوم بگذارید. رفراندوم با ناظران بین المللی یک رفراندوم عاجل برگزار کنید و همه ما ایرانی، مسئولان ایرانیان، نیروهای مسلح ایرانیان، امنیتی همه ما ایرانی، همه ایرانی برادر و خواهران. اما نقصانمون از هر طرفی باشه. یکی نیروی کشته بشه از ما رفته، مردم کشته بشه از ما رفتن. ما شیعه و سنی نداریم آقا، ما اقوام نداریم، همه یکی هستیم. و اینجا ما به هر تلفات سنگینی دادیم در ظرفیت چند ساعت. و ما میگیم ملت مشکل ملت ایران حل بشه. ما هیچی نمیخواهیم، مشکل ملت ایران حل بشه. مردم ملت ایران در ظرفیت چند ساعت کشته های ما با تمام کشور ایران برابر شدن. و ما میگیم این مشکل حل بشه، این بنبست کشور از این بنبست خارج بشه و شما رفراندومی برگزار کنید و نگاه کنید که چقدر مردم ملت ایران چه میخوان، به چه تغییری راضیان. به هر تغییری راضیان، تم بدیم به همون، تم بدیم به همون، ببینید که چه ملت ایران چه تغییراتی میخوان. و لحاظا به این تغییرات ملت ایران، ولی این سیاست ها به بنبست رسیده. من قبلا فریاد زدم، دل سوزانم گفتم، غرض نداشتم، گفته روز میشه که دیر میشه، گفته روز میاد که دیر میشه و شما زودتری تغییرات بیارید. همین خدمتی رئیس جمهور موجود رسیدم و من گفتن که شما در کابینت زن بیار، در کانه اقوام بیار، عزت ایران میخواهید بیارید، همه را شریک بکنید. متاسفانه ما از مسئولین تا حالا من صاحب بگن که گوش شنوا مسئولان نداشتن. تمام اعمال سلیقه‌ای عمل شده و این سلیقه متفاوته. تو یک خانه یک سلیقه جواب نمیده، باید کوتاه بیان برای سلیقه‌های مختلف. و روی این هست که به هر حال تاکید من برانه که حرف مردم، فریاد مردم شنیده بشه و نگذاریم که تلفات بیشتر بشه. زایات مردم ایران، زایات همه است.
از هر طرف بمیرن، از ما رفتن، از ملت ایران رفتن. و ما مسئله من داخلیه، مسئله خارجی همیشه بوده و هست، اما مسئله ما داخلیه. تاکید میکنه که مسئله داخلیه. شما این مسئله رسیدگی کنید. من بارها جلوتر هم عرض کردیم با زبان بی زبانی که مردم ایران گرسنه‌اند، نگذارید که ثروت از ایران بیرون بره. همون چیزی که الان مردم توی این ثروت به همین مردم خرج بشه. چقدر فساد تو ادارات آمد، چقدر اختلاس و چقدر ثروت مردم ایران به یغما رفت، به تباهی رفت. و اینی که مردم آفرین بر مردم ایران که صبر کرد. الان که به سر و صدا آمدن، به هر حال راه چاره چیه و این تدبیر بکنید به خواسته جمهور که محورم و اصل ملت و به خواسته جمهور تن بدید. هرچی میخوان الان دینگریزی تو ایران زیاد شده متاسفانه. بسیاری از اصل دین تنفر پیدا کرد. و این زنانه که من عرض کردم که به هر حال به حجاب تنفر پیدا کردن، این همه از عمل کرده ماها هست، از عمل کرده. و لحاظا اگر این عمل کرده نبود، این تنفر پیدا نگذاری که نفرت بیشتر بشه، این بغض نسبت به دین بیشتر بشه و نگذارید که از دین بیشتر بیزار بشه ملت. و تدبیر حسن بکنید. تا حالا از کسی سوال نکردید و نپرسیدید، از ایرانیان بپرسید و مشورت کنید. الله تعالی توفیق عنایت کنه. ما جز خیر کشور، جز خیر ملت چیزی دیگه ما نمیخواهیم و دیگه خواسته نداریم و خیر همینه. توصیه من به شما مردمانه که امروز به هر حال نیرو توی شهر نیست و امنیت در دست شمای، همانطور که خودتون هر یک امنیت رعایت کنید، هیچ کسی به مال تعرض نکنید و هر کسی به مال تعرض کنه از ما نیست. به مغازه، به بانک، به ماشین، به ابروی مردم، به مال مردم هر کس تعرض کنه از ما نیست. چرا که این خلاف شریعت هست و لحاظا امنیت شهر امروز در دست خودتونه و به هر حال نقصان هیچ کسی به کسی نرسونه. دستگیری ها را ما امیدواریم که بهترین رای اینه که دستگیری ها هرچی که هستن آزاد بشن، مگر واقعا کسی مجرمی باشه و جرم باشه، جرم کسی انجام بده، کسی نمیتونه از او دفاع کنه و اعترافات که بالاجبار از مردم گرفته میشن یا به تطبیع، اینا فقصشون جامعه را مشکل‌تر میکنه. و باید ما بدانیم که چه چیزی امروز کمک میکنه به این که احساسات پایین بیان، نه احساسات بالاتر برن. و صلی الله علی سیدنا محمد. تکبیر! دو عالم شهید بود تا یکا. بیانی اون داتا، بیانی اون داتا.